راحتی با اون تیپ شخصیتی خودت و نمیای اگر بگن تو که یک فرد درونگرا هستی بیا رفتارهای یه تیپ برونگرا رو، شخصیت برونگرا رو انجام بده، قطعا نمیتونی، اذیت میشی، انرژی زیادی باید صرف کنی. پس ما بنابراین نمیتونیم بگیم که یه جای شاید در ادامه این به ذهنتون بیاد بگید که من هم درونگرام هم برونگرام یا هیچ کدوم نداریم، اینا رو بین وسط نداریم. شما یا درونگرایی یا برونگرایی. پس نمیتونی بگی من هم درونگرام هم برونگرام. چه کمکی به ما میکنه؟ همینطور که بهتون توضیح دادم، اول میتونه به خودمون کمک کنه، شخصیت خودمون رو بشناسیم و متوجه میشیم نقاط قوت و ضعف خودمون رو در ارتباطاتمون، اینکه چه چیزهایی هستش نقاط قوت و ضعفمون، چطوری میتونیم این نقاط قوت و ضعف خودمون رو پیدا کنیم، چطوری میتونیم بهتر چیزهایی که مثلا اگر یه مهارتی هستش چطوری متناسب با تیپ شخصیتی خودمون بریم اون مهارت رو یاد بگیریم که زیاد نخوایم ما رو به چالش بکشه، زیاد نخوایم انرژی و زمان زیادی رو صرف کنیم. چطوری میتونیم حتی اگر شما بخواین توی مذاکراتتون، مثلا ابتدا گفتم توی بحث فروش گفتم اگر کسی میخواد فروشنده باشه مشتریشو بهتر میشناسه، تو بحث تدریس گفتم یه استاد وقتی تیپ شخصیتی خودش رو بشناسه متناسب با اول تیپ شخصیتی خودش رو میشناسه، بعد تیپ شخصیتی افرادی که داره تدریس میکنه دانشجوهاش رو بهتر میشناسه و بهتر میتونه اگه یه جای یه دانشجوی یا تکانشی رفتار میکنه متوجه میشه که این شخصیتش مثلا برونگراست مثلا، و یا از المان‌های دیگه تیپ شخصیتی 16 تا تیپ شخصیتی بودهای تیپ شخصیتی که هستش داره و میتونه متناسب با اون رفتار کنه و خورده به دل نگیره. بگه این فرد اگه عجولانه داره رفتار میکنه به خاطر اینکه تیپ شخصیتیشه، دشمنی با اون نداره و اونجاست که این استاد بهتر میتونه با دانشجوی خودش ارتباط بگیره. یا اینکه تو جلسات مذاکره میخوانی قرارداد ببندید، وقتی نقاط قوت و ضعف خودتون رو میشناسید، تیپ خودتون رو میشناسید و فرد مقابل رو تیپش رو میشناسید، اونجا شما مذاکره بهتری خواهید داشت. حتما یک مذاکره برد دارید، نه اینکه ببازید تو اون مذاکره، و فروشتون رو هم میتونید بهتر پیش ببرید. دوم کمک میکنه گفتم مخاطبین خودتون رو بشناسید، راههای ارتباطی با مخاطبینتون رو بهتر میتونید بشناسید. همونجور که گفتم یه استاد میتونه راه ارتباط با دانشجوی خودش رو بهتر بشناسه، نقاط قوت و ضعفشون رو بشناسه و میتونه خیلی از مخاطبین رو، خیلی از افراد رو آگاه کنه، بهشون خیلی چیزها رو بگه، حتی آموزش بده. و میتونیم ما وقتی که میایم این رو تو خودمون پیدا میکنیم، این چیزی که هست سطح انتظارات خودمون رو با دیگران مدیریت میکنیم. وقتی میدونیم شخصیت من اینه، شخصیت اونه، سطح انتظاراتمون رو مدیریت میکنیم. پس انتظارات بیش از حدی از همدیگه نداریم. گفتم حتی تو ارتباط زوجین، همسرها میتونن سطح انتظاراتشون رو با همدیگه یه جورایی مدیریت کنن که بیش از حد از همدیگه انتظار نداشته باشن. و یک چیزی بهتون بگم دوستان عزیزم، در ابتدای این دوره که شما دارید آموزش میبینید، تنها چیزی که ما میخوایم فقط و فقط رو خودتون باید، رو شناخت خودتون کار کنید. یعنی اگر اومدین این جلسه رو نگاه کردید سریع پا نشید بگید آها من تیپ شناس شدم، من میرم الان لیبل میزنم به افرادی که باهاشون در ارتباطم، نقاط قوت اون اینه، نقاط ضعف این اینه. پس ما باید تلاش کنیم در ابتدا نقاط قوت و ضعف خودمون رو بشناسیم تا دیگران، و اینکه نباید سریع بریم به سمت تحلیل شخصیت دیگران. و اینجا MBTI میگه هر آدمی
هر انسانی به روش خودش انرژی دریافت میکنه، درونگرا یا برونگرا. اطلاعاتش رو افراد درونگرا و برونگرا یا شهودی دریافت میکنن یا حسی، که حالا در ادامه دوره توضیح میدم که افراد شهودی چجور المان هایی دارن و افراد حسی چه المان هایی دارن. تصمیم گیری میکنه بر حسب اون تیپ شخصیتی خودش، منطقی یا احساسی. آیا این فرد منطقی هستش، تصمیماتش رو بر مبنای منطق میگیره یا احساس؟ زندگیش رو سازماندهی میکنه، برنامه‌ریزی میکنه بر مبنای منعطف بودن یا منظم بودن. یه فردی منظمه، یه فردی منعطف و بر مبنای اونها میاد زندگیش رو برنامه‌ریزی میکنه. پس بنابراین MBTI میگه هر انسانی 4 تا بود داره. یکی درونگرا، برونگرا، شهودی حسی و منطقی احساسی یا منعطف و منظم. پس هر انسانی این 4 تا بعد رو داره، اما ترجیحمون روی یک بعده، یعنی روی هر 4 تا بعد داریم ما. مثل این 5 انگشتی که همه انسان ها 5 تا انگشت دارن ها، هیچکی نیست که بگه من مثلا هر دستش 5 تا انگشت 4 تا داره یا 6 تا داره. ما همه اینا رو داریم، این انگشتانمون رو، و چپ دست و راست دست هستیم. آیا میشه بگیم که من 5 انگشت نداره یه دست من؟ نه، ما تیپای این بعدهای شخصیتی رو داریم. پس ترجیحمون بر یکی از این بعدها هستش. و قوانین و اصول MBTI چی هستش؟ این هستش که میگه این ویژگی‌ها ذاتی هستند و تغییر ناپذیرن، اما این ابعاد نقطه صفر، حد وسط و 100% نداره. هیچ کدوم از این خصوصیات رو نسبت به دیگری ما نمیتونیم برتری داره. کسی که نمیتونه حسی هست ما نمیتونیم برتر از شهودیه، یا کسی که درونگرا هست ما نمیگیم برتر از چیه، از فرد چی میگن حسی یا درونگرا برتر از برونگرا باشه. اینا همه بعدهای شخصیتی هستن که ما داریم. هر تیپ شخصیتی با 4 تا حرف نمایش داده میشه که هر کدوم از حروف نماینده یکی از ابعاد شخصیتی ما هستن، که حالا خواهم گفت. مثلا آی میشه تیپ شخصیتی درونگرا، ای میگه ای تیپ شخصیتی برونگرا، و پی نمیدونم تیپ شخصیتی منعطف، جی تیپ شخصیتی کسی که خیلی منظمه. خب پس اینا رو در انتها توضیح میدم، الان نمیگم که گیج نشید. خب درونگرایی یا برونگرایی. درونگراها انرژی های خودشون رو از خلوت خودشون به دست میارن و برونگراها انرژی خودش رو از جمع به دست میاره. دوستان خوبم، تا یادم نرفته یه چیزی بگم اینجا. ببینید اینجا که گفتم یه نفر تغییر ناپذیر هست، اونجایی که گفتم با دست چپتون بنویسید، با دست راستتون بنویسید، ترجیحتون بر این بود که مثلا با یکی از دستهای قالبتون بنویسید. اما یه چیزی که من میخوام اینجا خدمتتون عرض کنم عزیزای دلم اینه که شما اگر وارد یه شرکت میشید، یه جایی میخواین برین شروع کنید به کار، بعد اونجا بهتون میگن که شما باید با دست چپت بنویسی، اما شما راست دستی و مجبور میشی تمرین میکنی میشی چپ دست، با دست چپ می‌نویسی. ببخشید، آیا شما چپ دست شدی؟ نشدی. شما یه مهارت رو یاد گرفتی، پس تغییر نکردی تو دست راستت که دست راستت کلا دیگه نتونی باش چیزی بنویسی. شما یه مهارت دیگر رو هم یاد گرفتی. و اینکه هیچ کس نمیتونه درونگرا باشه یا بگه من برونگرا. هیچ کس نمیتونه حد وسط این دو بعد رو داشته باشه که توضیح دادم. و حالا این سر این صحبتمون بریم که گفتم درونگراها انرژیشون رو از خلوت میگیرن و برونگراها انرژیشون رو از جمع میگیرن.
چرا درونگرا دوست دارن توی جمع توی خلوت خودشون باشن؟ چون تو خلوت خودشون حالشون بده. یه چند تا باور اشتباه هست در مورد درونگراها که میگن درونگراها خجالتی هستن. نه، درونگراها خجالتی نیستن. درونگرا تو اون خلوت خودشون حالشون خوبه، اصلا نیازی نمیدن تو جمع باشن مگر اینکه به طور پیش‌فرض مجبور بشن که برن توی جمع، برن یک کاری که باید ارائه بدن برن ارائه بدن. اما یه درونگرا، ما نمیتونیم بگیم یک درونگرا اصلا رفتار برونگرایی رو نداره. ما داریم در مورد درونگراهای 99% صحبت میکنیم عزیزای دلم و برونگراهای 99%. بعد یه فرد درونگرا یه جایی که باید توی جمع باشه میره تو جمع و از ارزش‌های خودش دفاع میکنه. خیلی از وقتا یه باور غلط دیگه اینه که میگن درونگرا نمیتونه سخنران باشه. خیلی از سخنران‌های معروف دنیا درونگرا بودن و تونستن مهارت برونگرایی رو هم یاد بگیرن و تونستن روی اطلاعاتشون روی خیلی از کارهایی که باید ارائه میدادن تمرکز کنن و ارائه بهتری بدن. ولی یک برونگرا به چه صورت هستش؟ برونگرا انرژی خودش رو از جمع، از بیرون دریافت میکنه و در جمع در خلوت خودش مصرف میکنه. اما درونگرا نه، درونگرا از خلوت انرژی میگیره و در جمع مصرف میکنه. یه برونگرا رو شما اگر که مجبور نباشه، یه برونگرا اصلا وارد خلوت نمیشه، حالش با خلوت خودش خوش نیست. در بدترین شرایطی که خسته هست یه برونگرا دوست داره تو جمع قرار بگیره، انرژی بگیره، حالش خوب میشه، بعد میره توی تنهایی خودش انرژیش رو صرف میکنه. اما یه درونگرا برعکس یک برونگراست. یه برونگرا میتونه ارائه خوبی داشته باشه، یه برونگرا میتونه اطلاعات رو ارائه بده، از زبان بدن بیشتری استفاده کنه. ولی یک درونگرا آرومتره، آهسته تر صحبت میکنه و از زبان بدن آهسته تر و کمتری استفاده میکنه. یه درونگرا به کیفیت بیشتر اهمیت میده تا جایی که بخواد حرفای زیادی بزنه، میاد صحبتاش کمتره ولی کیفیت بیشتری داره. و یه برونگرا به کمیت بیشتر اهمیت میده. یه فرد درونگرا گفتم تو تنهایی خودش تو جمع 2 نفره و چند نفره حالش خوبه، دوست داره که اگر ارتباطی داره اون ارتباطش کیفیت داشته باشه تا کمیت. اما یک فرد برونگرا تعدد رو ترجیح میده، افراد بیشتری رو ترجیح میده و زیاد به کیفیت توجهی نداره، بیشتر روی کمیت تمرکز میکنه. همینجور که گفتم درونگراها دوستای صمیمی کمی دارن ولی صمیمی ان، روابط عمیقی دارن. اما برونگراها دوستان سطحی زیادی دارن و روابطشون زیاد عمیق نیست. خب دوستان عزیزم، این ویدیو رو تا اینجا تموم میکنیم. نمیخوام زیاد طولانی بشه که خسته بشید و دوباره با ویدیوی بعدی رو ضبط میکنم که شما عزیزان هم یک تنفسی داشته باشید و یک استراحتی. تو ویدیوی بعدی میبینم.